درود خداوند و بچه های غریب. یعنی جادوگر حکم شه. افسوس که قانونی دین نیست. ولی اگر جادوگر دانه و اسلام حکمش باشه، میگه یک ضربه شمشیر به گردن شه. همین جادوگر یا میدونی که یک پرازیت یا یک جامعه را خراب میکنن. حساب که بچه را به پدر گنده میکنن، زن به شوهر گنده میکنن، رفیق به رفیق گنده میکنن، یا فقط کارشون میای. جادو حقه، جادو تاثیر داره. برای همین اینها را در اسلام حق چون گردن زدن ای. ولی امروز که این قانون نیست، امروز که این امکانیت نیست، شخصا من از جانب خودم گپ میزنم که همین منبر ما، همین مسجد ما ممکن که همین 3-4 جمعه یک بار نسبت 10-15 minut من با تمام چیزی هستی که دارم دلیل و حجتان قطعی همینها را گویم که یک تیم میکنم. مردم خبر میتونم. ای مردمی بی سواد، ای مردمی بی فهم، ای مردمی بی معرفت، همونایی که پیش دربار ما میروند، پیش خانه ما میروند. آخی شما میدونید که شما قدمی زدگی تونده در پیشگاه خداوند، شما بنده بدبخت خدا حساب میخورین. این قدمی زدگی در تو ممکن که 100 ساله ها عبادت ها را از دست بکنی. هر یک قدمش در لعنت خدا هست، هر یک قدمش در لعنت ملائکه ها هست. برای این پیامبر گرامی میگه اجتنبوا السبع الموبقات، از 7 چیزی که شما را هلاک رسوا میکنند پرهیز کنید. یکی از اونها چی است؟ جادو. از جادو پرهیز کنید. آدم جادوگر خودش دین نداره اکا. در قاعده میگه که آدم کی جادوش میگیره؟ وقتی که در حالت جنابت باشه. تا اگر جادوگر جنوب نگرده جادوش نمیچسبه. او خودش دویم در حالت جنابت هست. همین آدم های چی؟ و دیگر اینکه باید دویم زنا کنه. اگر دویم زنا نکنه جادوش نمیچسبه. برای او دین نداره و او قایداش همیه. و جنهایی که او در زیر تصرفش داره فقط وابسته به همین کار میکننش که دویم هم کرخته نگه بدار جادو میبره. برای همین ما مثال چکار میکنیم؟ برای همین ماها فقط امروز مبارزه مثال شخصا ماها پیشوایی که شما مثال در نظر دارین، فقط مبارزه من همین چی است؟ با مردم خبر دادن که برادر عزیز چکلی که همو پیش یک تپه قطعی میگذاری جای سوید نویساندگه که مثال اپاس ندیل جیزن، ما میگیم انمونجا اپاس نیه برای همونجا برای حیات آخرت نسوزن نره. زیرا پیامبر گرامی میگه که من اتا کاهینا او عرافا تصدقه بما یقول فقط کفر بما انزل علی محمد. کسی پیش یک جادوگر میرود، پیش فالبین میره، پیش کسی که کتاب میکشه میره، رفتی من تشیشتی، بعد او میگه یکان چیزا که میگه، بعد تو فصدقه، بعد میگوی راست گفتی. همین راست گفتی ده پیامبر گرامی گفت تو کافر شدی با قرآنی که به من نازل شد. تو کافر شدی. تو نه زن حلال داری، نه خانه حلال، نه ایمان داری. برای این صاحب تفسیر روح البیان میگه که هر کی سازد قول فالبین را قبول، قولش قبول کردی. هر کی سازد قول فالبین را قبول در حقیقت کافر است و لا قبول. هم کافره هم یگان خیر عبادت قبول نیست. یا کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنام رب العالمین. یا جادوگر را باور کردی معنی را داره که خدا را دشنام داری. زیرا که غیب با جز خدا کسی نمیدانه و فریب میکنن و بدبختن. ما را مبارزه من امروز این امین است. این چیزی که سخن داریم دیگر طریق قوه نداریم ما و یگان امکانیتی نداریم با اونا. مثال اونم با خودش حقوق قانون داره. خب برای همین ما فقط اینقدر مردم آگاه میکنیم که کوشش کنیم که مثال همین راه نزدیک نشه.
این همه قدر کار داریم موبیلو. اکنون این خیلی هست که من اخیران دلیلی که شما آورده نه روش کردنی همون بله آدم هم خیلی مثلا دشما با پروردگار شد بله من فرض کردیم من دارم من اکم میفهمم که باید در جدو هست و باید که خودشه حمایت کنه این حالت بعد باید چکل برای که انسان اولا چکل حمایت کنیم ما پیغمبر خدا را جادو کردن پیغمبر خدا را وقتی جادو کردن بسیار فشارش میخست و پیغمبر خدا را از مویسرش گرفتن و گره انداختن و پیغمبر را جادو کردن خدمتگار خودش تشکیل کرد وقتی در حق پیغمبر کردن پیغمبر خدا بسیار روز با روز حالش بد شد احوالش بد میشید بعدا خیلی پیغمبر اکو این در گوییم که زیر سایه خدا های باید پروردگار محافظت میکرد بعدا میگه جبرائیل دو تصوره روان کرد که همین را برده با پیغمبر برسان بخواند هم سیرش دور میشود و هم تعلیمات برای تمام امت ها شود چی بودین؟ معوذتین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 7 آیت وقتی همینا را خوان پیامبر بگو قل اعوذ برب الفلق یک گره شوی میشی من شر ما خلق گره دیون گوی میشی او گره هایی را که کردن چکل جادوگرا مثال در کلف میکنن در بند میکنن گره میدازن پاکی انا همون گره ها دانه با دانه همش گوی شید پیغمبر خدا گویا که همین نفسی بستگی نفس گوی شید بعدا پیامبر گرامی خداوند گفت که همین را بگو بر امتات که دائم بخوانند در دستاشون دم کنن در تمام بدنشون بمالن هیچ وقت سیر با اونها تاثیر رو نکنن فقط با اخلاص که چکل پیغمبر خون با اخلاص هر یک بندی او کشاده شد همچنان در آب چوینکک در میگیری آبی چو بندیدن سوره آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سینة ولا نوم همین را میخوانی سوره بقره این را میخوانی قل هو الله را میخوانی سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار بخوان هم دستات دم که تمام بدنت تمامش در کجایی که میاد بشه در کجای دستت میرسه با در آب شوف که با بخون آب شوف که ایمو آب بخور انشاءالله کلن تا از همین چیز نجات بیاری این همه تعلیماتش این هم بطیقم که برای چی؟ برای چی؟ حضرت یک وقت دورم اگر تیماس باشه اگر علاج باشه ما همین بازار در راسته وقتی نماز نخواهید ارون و تشکیل خواهد مقامیم همون وقتی مقصد سنت خوندیم فرض قامت گفتیم بسیارش سراسیمه میدارد معنی هم نیستی هم قامت هم خواه میکند زاملای ما هم خواه میکند اینا باید میستن که کهید بخواند همیرم ما راست یا نه سنوانیش هست همین تیار مردم برامد یک کس یا 2 کس حتی منتظر شدن این خودش ترک سنت هست کراهیت داره مسائل مختصر مسائل فقهی قیدانیده میگه به خاطر یک نفر یک جمعیت 15 کس 20 فلانی بیاد همین خودش میگه ترک سنت میشه مردم هم منتظر کسی نکن باید آمد دایره میکنه نکن ثواب اون جماعت هم میگیره این وقت در مقصد حضرت هم باید در اومد فرض خطی همین آمد بخونه و سنت الایده بخونه سنت الایده میخونه چی گفتی نداره دیگه التماس همین
وقتی که بسیاری هم بشه 3 نفر میشه ما راستیگه بکنم همین گویا که یک خونه دموبین حتی همه حضرت ایشون سردشت را زندگی میکنیم با همونجا تعالی چیزگیم خریطه زندگی باشه همین بسیاری وقت میشنیدیم ما هم کسان خیلی بزرگو که وقتی که 3 نفر شدید یک تا مثلا امام پیشن دو تک ای طرفی راست میستیم احواز مثال بسیاری هم میگن که نه هم دامول امام یک تا در این طرف بیست یک تا در این طرف این درست کرد همین گفتی که شما زدین این امام پیش قدرومان دو کسی دیگه دو کسی یک تاش باید در پشت بیسته در پشت امام یک تای طرفی راست آنها هم خیل هزار آنها میخیل میسته این خیلش کلا نادرسته که ناگور میشیم آنها میخیل میسته یا تا ای پره بعد وقتی دیگر رو آمد همین طرفی راست اپرو میکنه میری این طرف که پشید بعد با ای باید با این طرف چپ اپرو میکنه میری آنها میخیل ما در نظر داشتیم که مقصد ای طرفی چپ تمام خطا های خیلی نمید هم بچه ها با هم جب فهمن